یحشر الناس یوم القیامت، پیغمبری خدا گفتند روز قیامت وقتی قبرهای شما تیکه تیکه می شود و شما از داخل قبر وقتی که بیرون می شوید، رسول اکرم نزد عایشه صدیقه این سخن را می گوید حفاتا عراتا مشاتا غرلا. پیغمبر خدا گفتند روز قیامت وقتی شما زنده میشوین و از قبر بیرون میشوین، شما حالت ده هستین که پایهای شما لیچ است، پایهای شما لوچ است، در پایهای شما هیچ پای افضالی نیست. عراتن، بدنهای شما لوچ است، در بدنهای شما لباس نیست. مشاتن، شما هیچ چیزی سواره در روز قیامت همراه خود ندارید. غرلن، اشاره کرد به سوی مردها که شما در حالتی هستین که حتی ختنه نکرده شده هستین. اگرچه در دنیا ختنه هم کرده باشین، روز قیامت شما در حالتی میخیزین که شما ختنه ناشده هستین. حضرت عایشه صدیقه وقتی این سخن شنیدن، اون زنها چه زنهای مسلمانی بودند. سلام دوستو، بسیاری شما از پروستاتیت تقمسی میکشیده. مرحمت برادرها، به شما توصیه میتونم پلناتسین کورس لیشینی برای پروستاتیت ان که هم مردونگی به خود میکنه، همچنین ژلانی هم خوبگی خوب میکنه، هم برای گرده، معده، قد رودها به حد افکتیو نه. تریلیبوس ماسین، دو دونه روغن خیلبا، یک تا قیصل هندی، دو پاچکا فیتو سویچا. غیر از این شرکت شفافارما برای شما هجامه بپول را پیشنهاد مینماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم رفته هجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. همه کسی نظر سوزین. اینا ما از سرحد قزاقستان گشتیم. اینا بچه‌ها چه خیر رفت آمدگی خودشون ای آواز خودشون بشنوین. اینا سلام علیکم بچه‌ها، اینا شکر خدای نرفتیم اومدیم. اینا از داکمنت هم ماشین قطعی رفته اومدگی. هم ماشین خودش میگذرونه، با خودش عبرت نمیگیرن، میبیه این تلفن‌ها پراویر کنه میکنن، یگام چه پراویر کنه میکنن. تنج رفتیم اومدیم. راه در دو جوده من کردن، در داکمنتوشو ندیدن. ما ماچه خودم معامله کردم. محمود به داکمنت بدیا؟ چند قبل داکمنت ورشی نکرده بودم. اینا امین کرد، رفتم اومدم بیس پرابلم هم ماشین قطعی داکمنت اینا میگراسیون که پیچت نچت هم آشنا بود. یک ترس میگد وجود عایشه را فرا گرفت و گفت یا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض. ای حبیبی خدا، شما گفتید که مردها و زنها همه در حالت عریان از جا میخیزند، یکدیگر را نظر میکنند. وقتی زنها با مردها که آمیخته باشند، این چی یک دهشتی هست، این چی یک بی‌حیایی هست. مردها زنها را تماشا کنند و زنها باشد مردها را تماشا میکنند. رسول اکرم گفتند یا عایشه، ای عایشه، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. ثم قرأ. عایشه گفتند میگویی که زنها مردها را نظر میکنند، مردها زنها را تماشا میکنند. الامر اشد، آن روز گفت چنان روز دهشتی هست، آن روز گفت چنان روز هولناکی هست که انسان در پهلوی بدای خود را نمیشناسد کی هست و نظرم نمیکند. حتی اگر در پهلویش پدرش باشد به پدر نظر نمیکند، در پهلویش مادرش باشد به مادرش نظر نمیکند. آن روز چنان دشوار روزی هست که هر یک انسان وا نفسی میگوید وای جانی خودم، وای جانی خودم، از نزد پروردگار نجات میابم یا نمیابم. و رسول اکرم آیه سوره عبسه را خواندند که آیه عبسه را چنان تحلیل است که آن روز چنان روزی هست که شأن و یغنی شما را چنان یک امر مشغول میگرداند که شما به هیچ طرف نظر نمیکنید. اون چه امر است؟ اون چی فکر است؟ اون چی خیال است؟ اون خیالی هست که پروردگارا من نجات میابم یا نمیابم.
آیا در گروه دوزخی ها هستم یا در گروه جنتی ها هستم؟ آیا در گروه بدبخت ها هستم یا در گروه نیکبخت ها هستم؟ هر انسان در این خیال آن روز گرفتار است. خدا رحمت کند صاحب تفسیر حسینی را، حسین واعظ کاشفی هم این خیالاتی که در روز قیامت به ما و شما می آید در یک رشته نظم در آوردن که کشتی آمد در دریا شکست، تخته زان کشتی بر بالا نشست، گربه و موش بران تخته بماند، کارشان با یکدیگر پخته بماند. نیزی گربه موش را راهی گریز، نیزی گربه موش را چنگال تیز، هر دوشان از حول دریای عجم در تحیر باز مانده خوشگلم. در قیامت این چونین غوغا بود، یعنی آنجا نه تو و نه ما بود. حضرت میگوید من برای شما یک ساده کرده یک مثال میارم که آن روز مثل که یک کشتی در یک دریا غرق می شود و یک تخته او بالای دریا می براید و در یک پهلوی تخته گربه هست، در یک پهلوی تخته موش است. اگر اینها در دنیا رو پرو می شدن، هر آینه موش از گربه می گریخت و گربه باشد هجوم بالای موش می کرد. لیکن وقتی که در بالای بحر در بالای یک تخته هستند، این موش و گربه در یک خیال هستند که آیا از این بحر نجات میابیم یا نمیابیم. در فکر هجوم یکدیگر نیستند، در فکر یکدیگر را پیشادم کال کردن نیستند، بلکه در خیال اینها این است که آیا از این بحر به ساحل میرسیده باشیم یا نمیرسیده باشیم. یعنی آن روز قیامت ما هم چنان حالت فرا میگیرد که آیا نجات میافته باشیم یا نمیافته باشیم. بسیاری از بدبختان همین تاجیک ما و شما وجود دارد که حتی قیامت انکار میکند، به آمدن قیامت باوری ندارد، نماز میخواند، در کار شود نماز جماعت هم اشتراک میکند، لیکن از قیامت باوری ندارد. حتی از زنده شدن روزی قیامت و زنده شدن در قبر باوری ندارد. اینها در بین همین تاجیکان ما و شما هم وجود دارد. وای به حالشان. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. این خداوند از بالای 7 طبقه آسمان ندا دارد، میگوید بعضی از انسانها گمان میبرند که این استخوانهای پوسیده اونها را ما جمع کرده نمیتونیم. بعضی از انسانها گمان میبرند که ما این استخوانهایی که 1000 ساله و 2000 ساله هستند اینها را زنده گردانیده نمیتونیم. لیکن خدا میگوید بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. این پروردگار شما چنان قادر هست که حتی همین سرهای انگشتان شما را برابر میکند. ان نسوی بنانا، این معجزه قرآن است. امروز اگر شما نظر کنین، اگر در دنیا 6.5 میلیارد آدم زندگی کند، سر انگشتان از یکدیگر با یکدیگر مانند نیستند. 6.5 میلیارد آدم، 6.5 میلیارد نوک انگشتان دیگرگون است. خطهایی که در این بالای نوک انگشتان هست اینها دیگرگون هستند. بین در انسانها چشمهای مانند یافت می شود، دستهای مانند یافت می شود، قدهای مانند یافت می شود، لیکن نوک انگشتی مانند در دنیا وجود ندارد. اگر شما در برنامه‌های تلویزیونی تماشا کنین، وقتی انتخابات پرزیدنت ها می شود یا دپوتات هاش می شود، نوک‌های انگشت رنگ میکنند و در بالای کاغذ میگذارند، مثل مهر، مثل پیچت واری، و او را در کامپیوتر جا میکنند. برای چی؟ برای چی کف دستی او را نمیگیرند؟ برای چی کف پای او را نمیگیرند؟ فقط نوک انگشت او را میگیرند. زیرا در دنیا نوک‌های انگشت ها مختلف هستند. نوک انگشت در دنیا مانند نیست. خدای را در قرآن معجزه قرآنی است که ان نسوی بنانا، ما حتی نوک انگشت هاتون برابر میکنم. اون خداوند فریاد میزد است، ندا میکرد است،
چی ندا میکرده است؟ ندا میکرده است که پروردگارتان را سجده کنید. یدعون الی السجود فلا یستطیعون. لیکن یک گروه انسان ها خداوند را در روز قیامت سجده کرده نمیتونند. خدا میگوید طایفه های هستند که خداوند را در روز قیامت که روزی هست که فقط رحمت الهی در کار است، همان روز برخی از بندگان خداوند را سجده کرده نمیتونستند. برای چی نمیتونند؟ مفسران میگویند که همون انسانهای سجده کرده نمیتونند که میانهای اونها همون ستون مهره که امروز چقدر به آسانی خم و راست میشود، این ستون مهره ها یخ میکنند، یک لخت میشوند، دیگر راست میماند. سجده کرده پروردگار را نمیتونند. برای چی نمیتونند؟ یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. وقتی که خداوند میگوید سجده کرده که نمیتونند، چگونه آنها را یک خجالت فرو میگیرد، چشمهاشان میشکند، چشمها را پیش سینه ها را نظر میکنند و یک ذلت، یک خاری آنها را فرا میگیرد. چگونه ای که در دنیا یک آدم ما و شما در بالای جنایتش به دست میگیریم، در بالای زیناکاری به دست میغلطد یا بی نماز است، در بین مردم خجالت است، از این هم خجالت وزنین در روز قیامت همو انسانهای را فرا میگرفت است که در محشرگاه پروردگار را سجده کرده نمیتونند. سجده کرده نمیتونند. در دوامش میگوید خداوند وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. برای چی اینها پروردگار را در روز قیامت سجده کرده نمیتونند؟ زیرا که در دنیا اینها تنی سالم داشتند، اینها دستهای با قوت داشتند، پایهای حرکت میکردگی داشتند، میانهای خم و راست میشدگی داشتند. لیکن در دنیا که خداوند اینها را به سوی سجده، یعنی به سوی نماز با جماعت دعوت کرد، اینها در دنیا که رد کردن، در قیامت اینها خدا را سجده کردن نمیتونند. ایرا مفسرات چگونه ای که یاد کردم، ابراهیم تیمی میگه یعنی الی الصلاة المکتوبه بالاذان والاقامه. همین و هم سالمون که خداوند میگه اونها سالم بودند، تنی صحت داشتند، لیکن در دنیا که خدا را سجده نکردند، ابراهیم تیمی میگه که مراد از این سجده این نماز هست که از مکانی که اذان و قامت گفته می شود ان همون نماز در نظر داشته شده است، یعنی نمازی با جماعت است. سعید ابن مسیب باشد چی میگوید؟ کان یسمعون حی علی الصلاة حی علی الفلاح فلا یجیبون و هم سالمون. سعید ابن مسیب میگوید مراد از این سجده ای که پروردگار در این آیت خبر داد، این همون سجده ای هست که مؤذن فریاد میزند حی علی الصلاة، بیایید به سوی نجات، حی علی الفلاح، انا در همین مسجد نجات است، انا در همین نماز با جماعت نجات است. فلاح از کلمه نجات است. در اینجا شما نجات میابید، در اون خانه نه. بعضی از بیخیردان موی سفید است، ریشش مثل کفن واری سفید است، امروز یا فردا خبر مصیبتش میرسد میگه در خانه هم که خانه باکی ندارد. شرم به تو باد. این نصیحتی پدرانه تو اگر این باشد، خودت در روز قیامت پروردگار را سجده کرده نمیتونی. سعید ابن مسیب میگوید فریاد میزند مؤذن حی علی الصلاة، به معنای ایتی، بیایید بیایید ای مردمی که در خانه هستین بیایید. برای چی میگوید حی علی الصلاة؟ فریاد زده ایستاده است خیزید از خانه ها را ترک کنید. در خانه باید زن نماز خواند، در خانه باید نماز سنت خوانده شود، نماز نافله ها خوانده شود، برای فرض نماز در مسجد خوانده شود. حی علی الصلاة، بیایید به سوی نماز. حی علی الفلاح،
انا در همین نمازی که در جماعت خوانده می شود، سعید ابن مسیب میگوید خداوند میگوید که انا در همین نماز چی است؟ نجات است. میشنوند صدای اذان، میشنوند. یا امروز صدای اذان شنیدن شرط نیست، در محله که مسجد هست باید که در همون محله تو میشنوی نمیشنوی نمازت باید با جماعت خوانده شود. حضرت کعب الاحبار حضرت گفتن والله گفتن ما نزلت هذه آیه فی الذین تخلفوا عن الجماعه فأي وعید اشد من. حضرت کعب الاحبار میگوید این آیه‌ای که در سوره قلم است که ما تلاوتش کردیم، قسم به خدا میگوید سبب نزول این میگوید فقط و فقط در حق آن کسانی هستند که تخلفوا عن الجماعه، از جماعت بیزاری میطلبند، از جماعت پرهیز هستند، جماعت را بد میبینند، در جماعت اشتراک نمیکنند. قسم به خدا میگوید این آیت فقط و فقط در حق اونها نازل شده است. ایرا کعب الاحبار در تفسیر همین آیت میگوید و حضرت میگوید از این آیت را دیده برای آدمانی که نماز جماعت را ترک میکنند دیگر وعیدی سخت در قرآن وجود ندارد. امروز با این قدر شرایط، با این قدر حالتهای خوبی که در ما هست، اگر ما و شما نماز ترک کنیم، اگر ما و شما نماز جماعت نخوانیم، ما و شما را همتا آشکار میکند که شما مسلمان کامل نیستین، شما زمانه ساز هستین. تا دیروز یک زمانی بود که آمدن مسجد جنایت بود، برای تو یک بانه بود که مرا حکومت نمیگذارد، در قانون ممکن نیست. امروز الحمدلله چنان راهبری داریم که عدلش تمام جمهوری ما و شما را فرا گرفته است. مرحمت رفته در مسجدهاتون نمازتون خوانین. قانون برای ما و شما امروز هیچ مانعگی ندارد، هیچ صدی راه نمی شود، فقط ایمان کامل در کار که تا که سنت پیغمبر تا ترک نکنی. صوفی علیه را خدا رحمت کند در رشته های نظم میگوید بخصوص آن گزیده دو صحرا خاتم انبیا حبیب خدا، آن حبیبی که سروری هر دنیا نصیب اوست. این حبیب خدا را حکایت میکند وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگ نماز. این ترجمه و تحلیل حدیث پیغمبر خداست. وقتی که این محبوب دلها، این حبیب خدا وقتی که میگه از پا که ماند، پایها که دیگر دردمند شد، بیماری بستری شد، دیگر قوت راه گشتن نداشتن، وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگ نماز. در جاگه خواب بودند، حضرت قوت راه گشتن نداشتند. بناگاه حضرت بلال اذان داد، فریاد زد حی علی الصلاة حی علی الفلاح. حبیب خدا در این جاگه خواب بیقرار شدند، اذان شنیدند. حبیبی که بار هم نماز بی جماعت نخواندند، 5 وقت در مسجد نمازی با جماعت میخواندند. بازم این نمازهای جداگانه داشتند و 5 وقت نماز سیر نمی شدند. این حبیب خدا وقتی که از پا ماند، گوش او را رسید بانگ نماز. گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آ. حضرت علی که در خدمت حبیب خدا که قائم بودند، به حضرت علی خطاب کرد. علی گفت مرا بردار، مرا بردار که از داخل مسجد مؤذن فریاد دارد که بیایید به سوی نماز بیایید.
بیاید که در این نماز نجات است. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت علی خدمتگار رسول اکرم، داماد این حبیب خدا، رسول اکرم را آب طهارت دادند. حضرت طهارت کردند، در پشت خود بار کردند. در روایت ها می آید که 3 بار حضرت علی او را آب طهارت می داد. در پشت که بار میکرد، حضرت حبیب خدا که بدنش خیلی ضعیف شده بود و خیلی بیماری وزنی که فرا گرفته بود، نصف را که میرفت میگفت علی پس گرد که من طهارتم شکست. حضرت پس میگشتند، باز می آمدند 3 بار میگوید حضرت طهارت دادند، 3 بار آب طهارت گرفتند. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی، از ضعیفی به عرض می سودی. حضرت میگوید وقتی که برداشتن، حبیب خدا گفتن در بعض روایت که ای علی، مرا آنقدر بردار که پایهای من در زمین شکیده شکیده رود، تا که آثار قدم من در نزد پروردگار ثواب دارد. هر کدام شما وقتی که از خانه قدم زنان میآیید، در هر یک آثار، در هر یک قدمی که داشته شما، خداوند برای شما مغفرت گناه وعده کردگی است. این حدیث های صحیح پیغمبری خدا. حضرت گفتند که مرا آنقدر بردار که پشت های پای من در زمین شکیده شکیده رود. اون زمان ها این گونه رسته های تازه و آباد نبود. اون زمان ها قمزار بود. اون زمان از خس و خاشاک خالی نبود. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی. از گرمی زمین میگوید صوفی اللیار که پشت پای حضرت سخته سخته با چنین مهنت و مشقت و درد و جماعت ادای طاعت کرد. با این قدر مشقت، با این قدر کلفت، حبیب خدا در بالای بستر خواب نکردند، بلکه جایگاه را ترک کردند. آمدن، قوت ایستادن نداشتند. گفتند که ابوبکر صدیق پیش در آید. ابوبکر صدیق پیش در آمدند و حبیب خدا از پس او نماز خواندند. در این گونه حالت وزنین رسول اکرم نمازی با جماعت ترک نکردند. از این خاطر صاحب مختصر خدا رحمت و مغفرت کند میگوید الجماعت سنت مؤکده. جماعت سنت مؤکده هست. اگر شما قدرت داشته باشین، اگر شما شرایط آمدن مسجد داشته باشین، لکن بازم این مسجد نآیین، شما ترک سنت مؤکده کردین، شما در نزد پروردگارتان گناهگار میشوید. ببینید امروز چنان امت اسلام را یک تنبلی، یک غفلت چنان فرا گرفته است که اگر ما و شما را 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر اگر معرکه خوردن باشد، قوت داریم، شرایط داریم، میریم برای نفس، برای سیر کردن نفس میریم. لیکن برای که نماز ما در مسجد خوانده شود و این عمل ما طبق گفته حبیب خدا شود، این ما و شما رد میکنیم. به نزد هر طعام پهلوانی، خدا رحمت کند جنونی را، حال ما و شما را دیدن طعام خورها، نفس پرورها، ما و شما را دیدن حضرت چی گفتن، خطاب کردن به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. وقتی اگر عبادت پروردگار شود، وقتی که اذان از بالای هر حال چکار میکنین؟ مثل زنها واری عذرهای شما پیدا شدن میگیرد. هر گونه عذر را پیش آوردن میگیری. بچم پام نمیشود، بچم وقتم نیست، احوالم بدای، در خانه هیچ کس نیست، لباسم بی نمازای و هر گونه عذرها پیدا شدن میگیرد. به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی کوها به عزم بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. همه جا می رای، مثل گاواری خوراک تک خورده می تانی. تمام دنیا را اگر بارد کنن، بار دنیا را کشیده می تانی. اگر در یک زمین داشته باشی، برای زمینت از سحر تا بیگه در همون زمین می استی. برای که 1 ماه یا 2 ماه
خوراک تو پیدا شود، لیکن در یاد تو آمدن مسجد هیچگاه نمیزند. دل تو بار هم به مسجد نمیسوزد. امروز شکرانه کنین، خدا این استقلالیت و این آزادی را برای شما داده است. باور کنین این نعمت گران است. خودتان میشینین میگوین که تراویح را خواندن نمیتانستیم. شما همین سخنها از زبان شما پدرای عزیز میبراید. تراویح ما خواندن نمیتونیم، پدرها ما را بدرقه کردن فلان و فلان. امروز الحمدلله که این شرایط بهترین آمده است. چرا شما شکر نمیکنید؟ درهای مسجد گشاده است، فقط آدمی با تقوا میکاود، فقط آدمی ایماندار میکاود. مرحمت بیا دروازه ها هوی، دیگر چی با نداری؟ کشی چون گاو دائم بار دنیا، شوی در خدمت مولا کسلها. مثل گاوار دنیا را در طلب دنیا، در پرورش نفست غطه زدگی هستی، لیکن در خدمت مولای خودت، در فرمان پروردگار خودت اینقدر عاجز آمدی. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرت چون کند، بار نماز عصر را خواندند. نماز عصر خوانده شد، فاتحه و دعا کرده شد و بر جمعیت نگاه کرد. اونها عجیب ایمان با قوت داشتند. جماعت نظر کردند که یک نفر در جماعت اشتراک ندارد. حضرت گفتن فلانی در کجاست؟ گفتن شاید بیمار باشد. حضرت عمر از مسجد راست خانه همون کس رفتند. چرا در جماعت اشتراک نمیکنه؟ آمدن دروازه این مرد که در جماعت اشتراک نداشت تق تق کردند. مرد از خانه برآمد. مرد در خانه بود که حضرت عمر در را تق تق کرد. از داخل صدا شد کی هستی؟ گفت فرزند خطاب هستم، عمر هستم. وقتی این مرد میگوید نام عمر را شنید، یک لرزه وجود او را فرا گرفت. حضرت عمر چنان از خدا می ترسیدند، چنان یک هیبتی داشتند که تمام مردم را هیبت او فرا گرفتگی بود. زیرا وی عدالت داشت، وی حقیقت شناس بود. گفت عمر ابن الخطاب هستم. میگوید این مرد با شتاب دوان آمد، دروازه را گشاد و سلام داد، السلام علیکم، و تعظیمی بر عمر کرد. حضرت عمر گفتند از جانب مسجد صدا شد، از بالای آسمان پروردگار تو حی علی الصلاة گفت، بیا به سوی نماز. حی علی الفلاح گفت، سخن پروردگار تا رد کردی و سخن عمر ابن الخطاب اجابت کردی و پیش عمر آمدی. از خدا بترس گفت، از خدا بترس که سخن عمر برای تو قبول شد، دروازه را به بالای عمر کشادی، دوان دوان آمدی، لیکن سخن پروردگار تا رد کردی. از خدای خودت بترس. عمر این گونه خصلتی داشتند. این سحر یک جوان برای من یک سخن گفت که از زبان یک خیلی آدم ناکس، نالایق، یک بدبخت که سرزنش حضرت عمر را کرده بود است. من یقین میدانم که وی شیعه هست، وی شیعه هست، وی کسی هست که آرامی تاجیکستان را نمیخواهد، وی کسی هست که میخواهد در بین ما و شما باز اختلاف ها پیدا شود. این گونه رویه ها در بین ما و شما پیدا شدن، احتیاط کنید. میگوید یک مرد در یک معرکه حضرت عمر سرزنش میکند، حضرت عمر قبیح میگوید، دشنام میدهد. ای انسان، تو با خبر باش که حدیث بخاری و مسلم است،